سلام رفقا، حالتون چطوره؟ جواد کلر هستم و به یه ویدیو دیگه به نمازش دیگه اومدیم خدمتتون. بچه این نمازش درباره اینکه شما چطوری یارتون رو تو بتل و مولتی پشت دیوار باشه، پشت کو باشه، پشت سنگ باشه ببینید چطور این گزینه رو فعال بکنید. بچه ستینگ رو میزنید، میان گزینه دوم بیسیک رو باز میکنید. بچه مولتی سمت راست، بتل سمت چپه که من هر دو حالا فعال کردم. شما اینکه دورش خط میکشم روشن میکنید. بچه اینو گزینه رو شما فعال میکنید که برای من اونش روشنه، اوفش هم خاموشه که برای من روشن الان هم بتل هم مولتی. بچه این خیلی خیلی به دردتون میخوره و خیلی کمکتون میکنه. مثلا وقتی که شما نمیتونید حرف بزنید، نمیتونید تو بازی صداتون رو باز کنید، این خیلی کمکتون میکنه. چون شما به صداتون رو باز کنید بپرسید که آقا کجا مردین، کجا خوردین، اینا که خیلی کمکتون میکنه. حتما اونایی که فعال نکردن فعال بکنید. بچه بریم تو گیم ببینیم برامون اوکی شده یا نه. خب بچه ها نگاه بکنید، شما یاره ما الان پشت دیوار، پشت خونن، هر جایی که باشه من الان میبینمشون. خب خیلی کمک میکنه و میمیرن. یه کجان یارمون میبینمشون و خیلی بهتره. بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدین. اگه ویدیو به درتون خوشتون اومده حتما زنگوله و لایک یادتون نره. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. بچه خداحافظ.